بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، به برنامه امروز آموزش زبان انگلیسی خوش آمدید. اگر اولین باره که با ما هستید خواهید دید در این طول برنامه که من و دوستان خودم با استفاده کردن از تصاویر، یک سری عکس ها که موضوعات بسیار متنوعی دارن، کلماتی رو نسبت میدیم به این تصاویر و اونو به صورت انگلیسی یاد میگیریم. فعلا چون برنامه‌های ابتدایی هست در سطح کلمات و بعد ان شاءالله عبارات و اون زنجیره‌های بزرگتر یا جملات. من بیشتر وقت شما رو نمیگیرم، از دوستان میخوام که برنامه امروز رو، جلسه امروز رو شروع کنیم. بفرمایید. انتخاب این تصاویر کاملا تصادفیه. ببینیم که دوست ما چه تصویری رو برداشته. بله، تصویر ساده ای هست. ببینیم ذهنیت ما، تخیل ما چه چیزهایی رو ارتباط میده به این تصویر. کمی فکر میکنیم. خب شما؟ wood یعنی چوب. بله، ایشون ذهنش میگه این صندلی chair که قبلا داشتیم در برنامه سابق، chair از wood ساخته شده، پس میگیم wood. یادتون باشه W هستش شروع این کلمه و باید به این صورتی که ما تلفظ میکنیم تلفظ کنید. wood. خود شما؟ شما؟ wood. Very good. دیگه شما چی میبینید؟ sit. یک فعل هست. بله، صندلی باید بشینید داخلش، پس میگه روش بشینید. sit. شما؟ sit. بله، داشتیم البته جلسه قبل، حالا مروری هست. sit. خوبه. شما؟ leather. یه بار دیگه؟ leather یعنی چرم. بله، ایشون میتونن بگن بله صندلی هستن یا مبل‌هایی هستن که قسمتی از اون از چرم ساخته شده. کلمه چرم که میشه leather. با هم تکرار میکنیم. شما؟ leather. خوبه؟ شما؟ leather. بله، دوست ما میتونن بگن که بله در ذهنیت ایشون قسمتی از این صندلی یا قسمتی از این مبل جنسش از چرم هست. چرم به زبان انگلیسی میشه leather. تکرار میکنید و حتما یادداشت میکنید. شما؟ leather. Very good. شما؟ leather. خوبه؟ leather. خوبه؟ leather. شما چی میبینید و چی فکرتون؟ dark ها؟ dark یعنی تاریک، تیره. بله، پشت زمینه یعنی پشت این صندلی میبینیم که تیره هست، سیاه هست. dark. میگید قبلا یادتونه قسمت های مختلف روز شب داشتیم. night میگید dark night، یه شب تیره. dark بگیم. Very good. انقدر دیگه آر رو نباید بکشیم. dark. یه بار دیگه. Very good. شما؟ dark. خوبه؟ Very good. خب یادتون هست dark صفته، خدمتتون عرض کرده بودم. اگر شما صفتی رو دارید این طرفش هم یاد میگیریم. میگید old new، قدیمی جدید. میگید سفید سیاه، white black. اینجا هم میگیم dark اگر تیره هست، اگر خیلی روشنه. این کلمه هم یاد بگیریم. میگیم bright یعنی روشن، نورانی. پس dark و bright یه بار تکرار میکنیم. dark میشه تیره، کدر، و bright که به معنی روشنه. بگیم یک بار. Very good. خوبه؟ Very good. دوستان داخل منزل حتما تکرار میکنن. bright. خیلی خوب. یادتون هست که عرض کردم ما قراره که بعداً جملات خیلی طولانی بسازیم. برای جمله حتما فعل لازمه. ببینیم چه فعلایی. یک بار دیگه با هم دیگه میتونیم بگیم. از کلماتی که دوستان من الان گفتن، کلمه sit نشستن یک فعل هست. ببینیم چیزی دیگه به ذهن ما میاد. شما میتونید صندلی رو بسازید. بله، من باید صندلی رو بسازم. صندلی کلمه ساختن چی میشه؟ build یا make. بله، اگر یک چیز خیلی بزرگه شما اونا build، مثلا میگی building یعنی ساختمان. building. پس برای ساختن فعل ساختن میشه build. اینو یاد میگیریم. البته برای یک صندلی شاید خیلی مناسب نباشه، خیلی لغت بزرگی. بعد کلمه مناسب اینم خواهم گفت. میگیم build. You can make a building. You can build a building. یعنی شما یه ساختمان رو میسازید، علم میکنید، میسازیدش. پس بگیم build. build. خوبه؟
Build. آها. Build. خوبه؟ Build. Very good. ولی برای صندلی کلمه بهتری هست make. درست کردن، ساختن. make. بعدها حالا تا چند جلسه بعد هی بهتون میگم make a sentence with this word. با این فعل یا با این کلمه یه جمله بسازید. شما میتونید یه جمله بسازید، یه ساختار، یک زنجیره ای از کلمات. پس میگیم make کلمه‌ای که من و شما باهاش خیلی سر کار خواهیم داشت. make یعنی ساختن. بگیم Make. خوبه شما؟ Make. خوبه. Make. Very good. شما چی میگید؟ چه فعلی رو میگید؟ با دیدن این Relax. ریلکس. Very good. لغت خیلی زیباییه، فعل خیلی زیباییه. ریلکس یعنی استراحت کردن. بله شما رو صندلی رو مبل میشینید و استراحت میکنید. sleep که قبلا داشتیم یعنی خوابیدن، استراحت مطلق هستش. ولی ریلکس تمدد اعصاب و استراحت کوتاهی کردن. پس یک بار میگیم ریلکس یعنی استراحت کردن، استراحت معمولا کوتاه کردن. پس بگید Relax. very good. Relax. خوبه. Relax. خب Relax. کلمه ریلکس رو بلدیم. کلمه رست اون هم یعنی استراحت کردن و بعد کلمه sleep و چیزهای دیگه. پس ببینید 3 تا کلمه در انگلیسی به اینا میگن اینها سینونیم هستن، اینها مترادف هستن. یعنی اگر شما هنگام صحبت کردن احیانا یک کلمه خاطرتون رفت، کلمه دیگر رو صدا میکنید و میاد و از اون استفاده میکنید. 100% معنی اینها یکسان نیست ولی خیلی جای همدیگه میتونن قرار بگیره. شما به عنوان کسی که زبان یاد میگیرید باید سعی کنید تا میشه واژگان و کلمات بیشتری یاد بگیریم. پس با دیدن این استراحت کردن میگیم sleep که دیگه خوابیدن و استراحت مطلقه، relax و rest و شاید چیزهای دیگه که انشاءالله بعدها خواهیم گفت. بعد نوبت شما هست. چه کلمه ای؟ buy. بله شما باید اینو بخرید. حتما لوازم منزل رو باید بخرید. buy خریدن. شما میخرید، من فروشنده میفروشم، میشه sell خریدن و فروختن. پس buy خریدن. تکرار میکنیم. Buy. خوبه شما؟ Buy. خوبه. خوبه. Buy. خیلی خوب. شما میخرید، من میفروشم، میشه sell فروختن. buy and sell یکی میخره یکی میفروشه. پس بگیم sell. Very good. خوبه. Sell. خیلی خوب. شما چی میگید؟ Repair. Very good. repair تعمیر کردن. پایش میشکنه، این قسمتش جدا میشه، شما اینو تعمیر میخواید کنید. تعمیری که میتونه موارد استفاده دیگه داشته باشه. دوربین عکاسیتون رو تعمیر میکنید. ریپر میشه یه ماشین رو تعمیر کرد. هر چیزی که شکسته و نقصی پیدا کرده رو میشه تعمیر کرد. کلمات دیگه مناسب هست برای این. اول اینو تلفظ کنیم تا کلمات دیگه رو بگم. میگیم ریپر. استرسش تأکید کلام من روی سیلاب دوم هست. ریپر. من نمیگم ریپر، نه ریپر. حتما به این چیزها هم دقت میکنیم. بگیم Repair. very good. آها. Repair. خوبه. Repair. خیلی خوب. میتونید یک وسیله رو ریپر بکنید، درست کنید. میتونید اونو فیکس کنید. فیکس یعنی تعمیر کردن. بعضی از لوازم رو فیکس میتونید کنید. بگیم یک بار. Fix. خوبه. Fix. خوبه. Fix. بسیار خوب. کلمه دیگه هم هست، میتونید بگید mend. mend هم به نوعی به همین معنا هست. mend، repair، fix تقریبا یک معنی میدن. پس بگیم mend. Very good. خوبه. خوبه. بسیار خوب. خب تمام شما گفتید این کلمه رو. خیلی خوب. خواهش میکنم یک تصویر دیگه بردارید، یک عکس دیگه بردارید، ببینیم تصادفاً این بار چی میگیره و ما چطور با تخیل خودمون. بله اونجا یک صندلی داشتیم، اینجا شاید هزاران صندلی داریم که نشستن. البته به صندلی هایی که داخل یک استادیوم قرار دارن دیگه چر گفته نمیشه، به اونها میگیم سیت. ببینید چطور شانسی این دوتا به هم دیگه مچ شدن. میگیم سیت. به هر جایی که میشه نشست سیت. اینو تکرار میکنیم تا بعد ذهنیت دوستان رو ببینیم. بگید Seat. خوبه. Seat. نشستن میشه sit. دفعه قبل خدمتتون گفتم
ای اون خیلی کوتاهه، طولانی نیست. ولی صندلی میشه seat. seat بگیم Seat. very good. Seat. بسیار خوب. حالا ببینیم دوستان چی میبینن و شما در منزل چه چیزی رو میتونید اطلاق کنید. اگر ورزشکار باشید خیلی چیزها تداعی میشه برای شما و تمام اون کلمات رو میتونیم پیدا کنیم. حالا ببینیم دوستان من چی میگن. Exercise. exercise very good. اگر میخواید فوتبالیست بشید، اگر میخواید انگلیسی رو خوب یاد بگیرید، برای هر کار شما باید practice یعنی تمرین کردن و exercise، این دو کلمه با هم دیگه هستن. exercise تمرین کردن. پس با ما تلفظ کنید. نگاه کنید استرسش در اول کلام هست. میگیم exercise تمرین کردن. بگید لطفا. Exercise. very good. Exercise. خوبه. Exercise. شما Exercise. exercise مترادف تقریبا practice. پس این دو با هم دیگه میاد. practice و exercise. شما چی میگید؟ فن کسیه که خیلی به یک چیزی علاقه داره. مثلا میگید I'm a football fan. فوتبال که دارید و فن F-A-N یعنی خب یکی از معانیش یعنی پنکه یا مثلا باد بزن، یه معنیش اونجا هست. ما چطور کلمه رو بدونیم از کجا معلوم میشه که کدوم معنی مد نظر ماه؟ کلمه در داخل جمله در قبال کلمات دیگه معنی خودش رو هویت بهش میبخشه. وقتی که صحبت از استادیوم و مثلا فوتبال و این چیزا هست، ورزش هست، فن احتمالا معنی پنکه دیگه نمیده. پنکه‌ای که باعث میشه شما کمتر عرق بریزید و کمتر گرمتون باشه. اینجا فن به معنی کسیه که عاشق یک چیزیه و خیلی علاقه داره. مثلا فوتبال فن یعنی علاقه‌مند، کشته فوتبال، علاقه‌مند به فوتبال، علاقه شدید به فوتباله. پس یه بار تکرار میکنیم. کلمه فوتبال هم قبلش میگیم فوتبال فن یعنی عاشق فوتبال، کسی که علاقه زیاد داره. خب Football fan. خوبه. Football fan. آها Football fan. خیلی خوبه. Football fan. بسیار خوب. آروم آروم میبینید از یک کلمه میخوایم آروم آروم دو تا کلمه بشن. شما میگید فوتبال فن، به جای فوتبال هر ورزش دیگه که دارید، مثلا میگید بسکتبال فن، میتونید بگید والیبال فن و چیزهای دیگه. قشنگ میتونید جای اونو تغییر بدید و که به جاش کلمه دیگه مثل فوتبال هر ورزش دیگه که شما دوست دارید قرار بدید. کلمه فن از این دوستمون. شما چی میگید؟ viewers. view یعنی کسایی که دارن نگاه میکنن. view نگاه کردن. viewers کسایی که اونجا هستن. the people کلمه people دفعه قبل داشتیم یعنی مردم. view معانی مختلفی داره. اینجا یعنی نگاه کردن. watch داشتیم قبلا، خاطرتون هست، تماشا کردن. view شما بگید. View. بسیار خوب یعنی نگاه کردن. viewers کسایی که دارن نگاه میکنن. پس کلمه view به معنی تماشا کردن رو با هم دیگه باز میگیم. view شما بفرمایید. View. خوبه؟ View. بسیار خوب. شما چه میگید؟ Athlete. very good. شما کلمه ورزشکار sports ورزش sports داریم اینو. پس اینایی که حالا کلمه که ایشون گفته کمی صعب میکنیم بعد از اینها میگیم sports ورزش، عموم ورزش ها. تکرار کنیم. Sports. Sport. خوبه؟ sport یا sports من به صورت جمع استفاده کردم به خاطر اینکه یک ورزش که نداریم، 10 ورزش هست. هر اسمی در زبان انگلیسی که امکان جمع بودنش وجود داره بهتره که به صورت جمع بگیم. پس میگیم Sports. بسیار خوب. ایشون گفتن athlete. قبل از این کلمه sportsman یعنی ورزشکار. آدم هایی که ورزش میکنن، حرفه‌ای ها مثلا. sportsman اگر مذکر هست، اگر یک مرد هست میگیم sportsman، اگر مؤنث هست میگیم sportswoman. woman دفعه قبل داشتیم، حالا میگیم sportsman یعنی مردی که ورزشکار مرد. بگیم لطفاً. Sportsman. خوبه. Sportsman. بسیار خوب. خوبه. Sportsman. و کلمه athlete صدای TH ما اینجا داریم. athlete باز همین معنی میده، یعنی ورزشکار. دیگه زن یا مرد بودنش هم فرق نمیکنه.
athlete. صدای TH یادتون هست؟ تمرین کردید، تلفظ کردید. نوک زبان باید تقریبا بین دندانها قرار بگیره و این صدای ث مثل صدای 1 2 3 مثل صدایی که در thank you هست و صدای athlete. athlete ورزشکار. بگید athlete athlete. athlete خوبه. Athlete. very good. athlete athlete. athlete. بسیار خوب. دیگه حالا ما طبق معمول با هر کدوم از این تصاویر یک فعل نسبت بدیم. athlete میشه اسم. من باز تاکید کنم که کلمات رو فعلا در این حد به 3 گونه تقسیم میکنیم. میگیم میتونن اسم باشن مثل athlete، میتونیم بگیم میتونه صفت باشه مثلا همون powerful که قبلا داشتیم یعنی قوی. کسی که ورزشکاره میتونه خیلی قوی باشه powerful strong و میتونه این کلمه ما یک فعل باشه. مثلا من میگم play، شما فوتبال بازی میکنین، یک فعل هستش play football، بازی کردن. پس این هم یک بار تکرار کنیم play. بگید لطفاً. play خوبه؟ play Play. خوبه؟ play حالا ببینیم دوستان من و شما تماشاچی محترم، بیننده عزیز، ببینیم چه کلمه ای رو میتونیم. من الان تماشاچی گفتم چون اثر این عکس تو ذهن من هستش. دقیقاً این کسایی که دارن نگاه میکنن حتما این تأثیرات در ذهنهای شما هم هستش. ببینیم که این استادیوم، این کلمه یادمون رفت. استادیوم همون استادیوم یا ورزشگاه که محوطه ورزشی، ورزشگاه. استادیوم اینم یاد بگیریم فعلا قبل از اینکه به فعل ها برسیم. استادیوم ورزشگاه، محوطه ورزشی. بفرمایید. stadium خوبه. stadium یک بار دیگه. Stadium. very good. استادیوم. بسیار خوب. حالا دوستان من ببینیم چه فکر کنیم، ببینیم چه فعلی میشه نسبت داد. بگیم match match یک اسمه. میتونه to match. در اینجا اون match که نظر شما هست مسابقه دادن match نمیشه. to match with me. match یعنی شبیه هم بودن. چی؟ versus versus من چه چیزی میخواید بگید؟ مسابقه دادن علیه یکی دیگه. آها versus اون فعل اینجا نیستش. versus بله versus دیدید توی بعضی از متون هست وی و اس میذارن میگن این در قبال اون به صورت تیتر هست، یک فعل نمیتونه باشه. versus مثلا میگید فلان تیم versus فلان تیم. در خیلی حالت پیشرفته تر شاید فعل باشه. من الان میخوام اونو ازش استفاده نکنیم. یک چیز ساده تر بله میگیم مثلا میگیم دیدید بله در خب ایشون اون چیزها رو دیدن. مثلا میگن فلان تیم فرانسه و تیم انگلستان میگن French versus England VS اینطوری هم نشون میدیم یعنی فرانسه در مقابل انگلستان. ولی معمولا حالت یا کاربری فعلی نداره. پس یک کلمه دیگه watch تماشا کردن. بله watch بله تمام اینها اومدن که این فوتبال این مسابقه رو تماشا کنن. پس یادتون هست این کلمه versus ان در مراحل بعدی ما راحت‌تر و بهتر با اون برخورد میکنیم. الان فعل watch تماشا کردن. watch تکرار کنید. کسی که در منزل دارید ما رو نگاه میکنید حتما در اثر تکرار و تمرین راحت‌تر بعدها انگلیسی صحبت میکنید. یک بار بگیم watch very good. watch خوبه. Watch. صدای W رو دقت کنید که باید به همین صورت باشه. watch خیلی خوب. شما چی میگید؟ active is an adjective. یه صفته، یک فعل. من play بله شما بازی میکنید. play you can play football میشه فوتبال بازی کرد. پس تکرار میکنیم بعد از ما play یعنی بازی کردن. بگیم لطفا. play خوبه. Play. very good. شما چی میفهمید؟ arrange very good. به استرس به این که ما کجای کلمه تأکید بیشتری داریم حتما دقت میکنیم. میگیم arrange یعنی ترتیب دادن، نظم دادن ها. پس تکرار میکنیم بعد از ما. نظم و ترتیب دادن به یک چیز میشه arrange لطفاً. orange خوبه.
و Arrange. آها. Arrange. Very good. Arrange. خوبه. و آخرین کلمه‌ای که نسبت میدیم به این تصویر Shooting. شوت. ها شوت منظورتون، حالا منظورتون این شوتی که میگید فرق میکنه. شوت معنی فیلم برداری و منظور شما کیک میتونه باشه. کلمه شوت استفاده میشه تو فارسی؟ نه، میگیم کیک. کیک یعنی شوت کردن، لغت زدن به توپ. پس اینو یاد میگیریم. کیک، بله، فوتبالیستا کیک لگد میزنن، شوت میکنن. کیک، کیک یعنی ضربه زدن به توپ. لطفاً. Kick. خوبه؟ Kick. Kick. خوبه؟ Kick. خب اون شوتی که ایشون گفتن یک جاهای دیگه معنی میده، معنی تیراندازی و معنی فیلمبرداری و بعضی وقتا معنی آمپول زدن و چیزهای دیگه. فعلا ما با اون کاری نداریم. پس با این تصویری که نگاه میکنیم کلمه کیک یعنی لگد زدن رو الان یاد گرفتیم. خب از دوستمون خواهش میکنم اون تصویر بگذارن تا جاش. از شما خواهش میکنم ببینیم که شانس شما چیه، چه چیزی و چه تصویری رو خواهیم داشت. بسیار خوب. خب این تصویر هست. از توی استودیوم اومدیم ببینیم که یک ضبط صوت هست. نگاه کنید ببینید چه کلماتی رو میشه نسبت داد و دوستان من چه کلماتی رو نسبت میدن. اول فکر کنیم. خب بریم. Radio. رادیو. بله، در وهله اول این یه ضبط یا یک رادیو هست. رادیو یعنی رادیو. رادیو بگید. رادیو. شما؟ Radio. بله، بسیار از کلمات هستن که الان به نوعی با تلفظی کم و بیش مشابه در فارسی استفاده میشن. لغت‌هایی هستن که ما هم استفاده، مثل خود تلویزیون و مثل رادیو یا همون رادیو. پس رادیو. Radio. خوبه؟ Radio. بسیار خوب. شما چی میبینید؟ چی میگیرید از این؟ تیپ. بله، تیپ اون کاست و اون نوار داخل این ضبط صوت رو ایشون میبینه که 2 تا هم اینجا داریم. تیپ. یا کلمه دیگری هست براش کست همون کاست یا نواری که ما داخل ضبط ازش استفاده میکنیم. پس لطفاً تکرار کنید. تیپ. بگیم. Tape. خوبه؟ Tape. Tape. خوبه؟ Tape. Very good. و کلمه دیگری که هست کست. هر کدوم از اینها تقریبا یکسانه. میتونید برای اون نوار استفاده کنید. بگید لطفاً کست. بگیم. Cassette. خوبه؟ Cassette. خوبه؟ Cassette. Very good. شما چی میگید؟ سپیکر. بله، سپیکر به قول ما فارسی زبان ها، ولی من نمیگم اسپیک. یادتون هست سپیک یعنی صحبت کردن، گفتن. پس اون قسمت هایی که در کنارش هست، اون بلندگوهاش سپیکر یعنی صحبت کردن. کسی که داره، کسی یا چیزی، حالا در این مورد میتونه این باندهاش باشه، سپیکر باشه. و الان در همین لحظه من سپیکر هستم، من کسی هستم که دارم صحبت میکنم. اگر شما دارید صحبت میکنید میشه سپیکر. پس ببینید یک کلمه اطلاق داره به چیزهای مجزایی. سپیکر، کسی یا چیزی که الان صحبت میکنه یا داره صحبت رو پخش میکنه. سپیکر. بفرمایید. Speaker. بله، من خیلی نظرتون جلب میکنم که باز با صدایی که با اس شروع میشه، کلمه‌ای که با اس شروع میشه، ما نمیگیم اسپیکر، میگم سپیکر. یک بار دیگه. Speaker. Very good. شما Speaker. خوبه. Speaker. Very good. Speaker. بسیار خوب. شما چی میبینید؟ شما گفتید، شما اسپیکر رو گفتید. شما Button. باتن. بله، باتن دکمه‌های مختلفی که داره. بله، هم دکمه لباس و کت میتونه باتن باشه و دکمه‌ای که شما یک به اصطلاح انگشتتون میذارید با فشار دادن یا تغییر دادن، مثلا حرکت دادن اون، میتونید
مثلا روشنش کنید، خاموشش کنید. دکمه هایی که هستش روی کامپیوترتون پر از دکمه میتونه باشه، کیبورد. اون میتونه یک کی باشه یا کلید یا دکمه یا باتن. دکمه لباس میتونه باشه و دکمه‌ای که به وسیله اون کاری انجام میشه. پس لطفاً تکرار بفرمایید. باتن بفرمایید. Button. Very good. Button. خوبه؟ Button. باتن و Button. بسیار خوب. خب حالا طبق معمول چون فعل ها رو ما به نوعی بیشتر باش کار داریم، ببینیم چه فعلی رو میشه نسبت داد به این تصویر. شما بیننده عزیز چه فعلی رو میشه نسبت داد؟ بله اون کلمه خریدن و فروختن، هر چیزی رو میشه خرید و فروخت، اونها میتونن درست باشه. حالا ببینیم که چه فعلی رو میشه یکی دو تا فعل رو نسبت بدیم. شما چی بگیم؟ Listen. Listen, very good. شما به اخبار، به اون چیزهایی که داره پخش میشه you can listen یعنی گوش دادن. Listen تکرار کنید لطفا. Listen. خوبه؟ Listen. Listen. Very good. I hope you are listening to me very well. You are listening. امیدوارم که شما به من و دوستان من به خوبی دارید گوش میدید و چیزهایی یاد میگیرید. شما چه کلمه‌ای رو میتونید بگید؟ record یعنی ضبط کردن. record یک چیزی رو ثبت و ضبط میکنید، میگید recorder یعنی چیزی که ضبط میکنه. record. خب من از دوستان من فکر کنم حالا ریکورد ما در این برنامه تموم شده. فقط یادتون باشه فعل این لطفاً بفرمایید بشینید. فعل این کلمه record هست و اسمش میشه record یعنی چیزی که ضبط شده. خب امروز هم طبق روزهای قبل ما با تصاویری کار کردیم و کلمات و عباراتی رو به اون نسبت دادیم. امیدوارم که شما اونها رو نوشته باشید، تمرین کنید، منتظر برنامه ما باشید. تا اون موقع شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.